همان حس غریب بود که به سراغمان آمد، منتها این بار قوی‌تر از زمانی که به انگشت‌ها رسیدم. آنقدر قوی‌تر که احساس کردم می‌خواهم از جایم کنده شوم. اما نه، کنده شدنی در کار نبود. حس وصال بود، مثل بریده شدن ناف. جدا شدن بود، اما در واقع از درون به برون و از فراق به وصال بود. هرچه جان در بندهایمان داشتیم یک جا جمع کردیم و به لبه بلندی رسیدیم. صدای واحد فریاد زد و گفت رها کنید. ما بی اراده و بی آنکه بدانیم رها کردن چیست، خودمان را تا جایی که میشد باز کردیم و میان زمین و آسمان پرواز کردیم. نمیدانم برای چندمین بار بود که قید زندگی را زدیم و با پشتمان به زمین رسیدیم.